بابا محیط، من خیلی ناراحتم. یه هفته است دارم مدیتیشن میکنم، اون نتیجه که میخوام نگرفتم. هنوز زود عصبانی میشم، نمیتونم تمرکز کنم، از کوره در میرم. پس کی من میتونم جواب این مدیتیشنه که الان کردم و بگیرم؟ من نتیجه میخوام محیط، نتیجه. من الهی به قربون اون کلاه گربه‌ایت برم. چرا انقدر تو عجولی؟ رفتی یه هفته مدیتیشن کردی، بعد میگی که چرا نتیجه نگرفتم؟ شما دیگه شبیه این دوست کله گربه‌ای ما نباشید. توی این ویدیو بچه‌ها میخوام براتون توضیح بدم که چه انتظاری باید داشته باشیم از نتایج مدیتیشن. تو چه برهه زمانی معمولا ما شروع میکنیم نتایج مدیتیشن کردنمون رو بدیدن و در مرحله آخر میخوام براتون نبایدهای مدیتیشن رو بشمارم. بهتره چه کارهایی رو توی پروسه مدیتیشن انجام ندیم تا نتیجه بهتری بگیریم. خیلی هم کلام خوشگله. الکی به کلاه گربه‌ای من گیر نده. خب بچه بریم سراغ موضوع اولمون. سوال اصلی این بود که ما معمولا توی چه برهه زمانی نتیجه مدیتیشن کردنمون رو میبینیم. 1 ماه مدیتیشن بکنم، 6 ماه مدیتیشن بکنم، 1 سال، 5 سال. یه زمانی رو میخوام هول و هوش بهتون بدم که قبلتر از اون زمان خیلی از خودتون انتظار تغییرات بزرگ و شگرف نداشته باشید. اما وقتی که از اون زمان بگذره یواش یواش تغییرات رو توی خلق و خودتون، توی تصمیم گیری هاتون، توی اینکه قشنگ میتونید روی احساسات خودتون کنترل داشته باشید رو ببینید. بچه‌ها مدیتیشن کردن برای شخص من حداقل نزدیک به 5 ماه تا 6 ماه طول کشید تا اون نتیجه هایی که میخواستم رو شروع کردم از مدیتیشن دیدن. اما قرار نیست برای شما 5 تا 6 ماه طول بکشه. میدونی واسه چی برای من 5 6 ماه طول کشید تا اون نتیجه ها رو دیدم؟ به خاطر اینکه منتور نداشتم. به خاطر اینکه کسی نبود بهم بگه که آقا بهتره این کارها رو انجام ندی. آقا بهتره که این کارها رو انجام بدی تا سریعتر نتیجه بگیری. اول میخوام بهتون یه تصور منطقی صحیح از نتیجه هایی که مدیتیشن برای شما به همراه میاره بدم که الکی بلند پروازی های بزرگ نکنید. بچه‌ها ببینید، شما با مدیتیشن کردن قرار نیست که با ذهنتون بتونید اجسامو تکون بدید. قرار نیست بتونید از توی دیوار رد بشید. قرار نیست از بالا پشتتون بپرید پایین مثل مرتضی هندی دستتون رو باز کنید آروم بشینید زمین. این خبرا نیست. نتیجه‌ای که مدیتیشن برای انسان قرن 21 داره میدونید چیه؟ ذهن آرومی به ما میده. ما تو این دنیایی که داریم زندگی میکنیم پر از تکاپوه. همین الان پنجره خونه‌تو باز کن، بیرون نگاه کن. ماشینا میرن میان، 2 نفر دعوا میکنن. اصلا آرامش یه چیزیه که توی قرن 21 شده قاچاق. پیدا نمیکنی. اولین هدیه‌ای که مدیتیشن به تو میده اون آرامش ذهنه. اون هیاهو رو از ذهن تو دور میکنه. دیدید بعضیا میگن ما وقتی هم که میخوابیم یه صدای کف ذهنمونه، انگار ذهنمون داره با خودش صحبت میکنه. مدیتیشن کردن این صدای کف ذهن رو از شما میگیره. باعث میشه که اگر هم ذهنت در حال صحبت هستش، اون صحبت ها به حداقل ممکن برسه. 2 دستاورد بعدی که مدیتیشن برای انسان قرن 21 در عصر الان ارمغان میاره اینه که به شما کمک میکنه که به احساساتتون ناظر باشید. من یه ویدیوی قبلا درست کردم، لینکش همین بالا بالای سرم میذارم، روش کلیک کنی بعد از این ویدیو متوجه میشی که ناظر بودن به چه معناست. اما یه توضیح کوچولو میدم. ناظر بودن به صورت کلی یعنی که هر اتفاقی که برای شما داره میفته رو شما بدون اینکه دچار احساسات بشید تماشا کنید و ازش بگذرید. دیدی وقتی که میخوای مدیتیشن بکنی، مخصوصا هفته‌های اول، بارهای اول شروع میکنی به مدیتیشن کردن، اصلا قوقایی میشه توی ذهنت. خاطرات میان، تفکرات میان، نمیدونم احساسات میان، مشغولان میاد، اکبر میاد، اصغر میاد. ناظر بودن یعنی اینکه تمامی این افکار میان اما شما فقط بهش نگاه میکنی ولی درگیرش نمیشی. مثل ابرهای توی آسمون. این دستمو واسه چی اینجا نگه داشتم؟ الان مثلا من دارم مدیتیشن میکنم، این دست من نماد یک احساسات و یا یک خاطر است. در حین مدیتیشن کسی که در مقام ناظره، این تفکر و احساسات میاد از جلوی چشمش رد میشه بدون که روی اون اثری بذاره میره. اما کسی که در مقام ناظر بودن نتونه مدیتیشن بکنه و به صورت کلی نتونه نظارتی بر افکار و احساساتش داشته باشه، این اتفاق براش میفته. تو طول روز در حین مدیتیشن افکار میان، مدیتیشن میاد، بوم میخوره تو صورتش. اینو دیگه تا آخرین لحظه اون روزی که داره نفس میکشه، تا قبل از اینکه بره بخوابه، این افکار چسبیده به صورتش، نمیذاره تصمیم صحیح و بدون احساسی بگیره. پس خلاصه این بخش چی میشه؟ مدیتیشن کردن به شما این ویژگی رو میده که نسبت به افکارت ناظر باشی، بگذره بدون اینکه درگیر بشی. 3 مدیتیشن کردن این قابلیت رو توی ذهن تو فعال میکنه
که الکی عصبانی نشی. آدم‌هایی رو که مدیتیشن معمولا نمی‌کنن چقدر سریع از کوره در میرن، بهش بگی بالا چشت ابروه یا ناراحت میشه یا عصبانی میشه یا یه مش میزن تو صورت. شمایی که داری مدیتیشن میکنی و کانال مهی رنجبر رو هم سابسکرایب کردی، به این نتیجه میرسی که بعد از یک مدتی اصلا اونقدر سریع از کوره در نمیری در مقایسه با قبلا خودت و آدمهای اطرافت که مدیتیشن نمیکنن. تو یه درجه صبر دیگه ای داری. یعنی اگر کسی که مدیتیشن نمیکنه اینجاست، توی که داری مدیتیشن میکنی از نظر سطح و آستانه تحمل اینجایی. و این مهم به دست نمیاد بچه‌ها تا زمانی که شما یک میزان مشخصی از زمان رو مدیتیشن کرده باشین. منظورم طول زمان یک جلسه مدیتیشن نیستا، تعداد دفعاتیه که شما مدیتیشن کردید. حالا که برات توضیح دادم از مدیتیشن کردن باید چه انتظارهای عقلانی داشته باشی، بریم سراغ این موضوع بسیار بسیار مهم که آقا چه مدت زمانی باید بگذرد تا من این نتایجی که 3 تا بود قبل‌تر برات توضیح دادم رو تو زندگیم ببینم. منظور من از زمانی که باید بگذره تعداد دفعاتیه که مدیتیشن میکنم، نه صرفا طول زمان یک جلسه این مدیتیشن. مثلا آقا من 1 سال دارم مدیتیشن میکنم و به فلان نتایج رسیدم. من 3 ماه دارم مدیتیشن میکنم و به فلان نتایج رسیدم. بذارید از خودم شروع بکنم. نزدیک به هول و هوش 6 ماه طول کشید تا اون 3 تا نتیجه‌ای که قبل‌تر براتون توضیح دادم توی زندگیم دیدم. یعنی کمتر از کوره در میرفتم، یواش یواش بسیار زیرپوستی حس میکردم که دارم نسبت به افکارم آگاه میشم. اون افکار بود گفتم مثل ابر میاد رد میشه. یواش یواش داشتم حس میکردم وقتی که عصبانی میشدم میگفتم واسه چی من دارم عصبانی میشم؟ چه دلیلی داره که نسبت به این شرایط دارم چنین واکنش بزرگی رو نشون میدم؟ 6 ماه برای من طول کشید که من یواش یواش به احساساتم آگاه شدم، به حالت ناظر بودن به اعمالم رسیدم. یواش یواش اون عصبانیتی که اکثر انسان‌های قرن 21 ازش دارن رنج میبرن رو هی کم و کمترش کردم. و از همه مهمتر به نظرم بزرگترین دستاوردی که من توی زندگیم داشتم، آرامش فکرم توی درجه و لول دیگه ای نسبت به اطرافیانم قرار گرفت. کسایی که من رو از نزدیک دیدن و میشناسن همشون میتونن به اتفاق بهتون بگن که محمد آدم بسیار آرومیه. محمد آدمیه که خیلی خونسرده. محمد آدمیه که زود عصبانی نمیشه. این مواردی که تا اینجا بهت گفتم اصلا دور از دسترس نیست. واقعا میگم. یعنی اگر منی که نمیتونستم 5 ثانیه زمین بذارم و مدیتیشن بکنم، تونستم به روزی 20 دقیقه مدیتیشن کردن برسم، مطمئنم تو هم میتونی. پس ازت میخوام که اصلا ناامید نشی. اگر 1 هفته است 2 هفته است داری مدیتیشن میکنی و اون نتیجه هایی که تا الان میخواستی رو ندیدی، اصلا ناراحت نشو، ناامید نشو. فقط ازت میخوام که ادامه بدی. برای من 6 ماه بچه‌ها طول کشید. 6 ماه من میشستم مدیتیشن میکردم، هیچ نتیجه‌ای نمیدیدم. مدیتیشن میکردم، عصبانی میشدم. مدیتیشن میکردم، این ذهنم قوقاش همچنان برقرار. ولی من مطمئنم برای شخص شما که داره این ویدیو رو میبینی این زمان خیلی کمتره. اگه قول بدی هر روز مدیتیشنی که قراره رو انجام بدی و ویدیوهای کانال من رو هم که داری میبینی، بهت میتونم قول بدم چیزی نزدیک به 1 ماه تا 2 ماه بگذره تو تغییرات رو توی رفتارت میبینی. مطمئنا از اطرافیانت میشنوی که فلانی تو چقدر آرومتر شدی، چقدر قشنگ نسبت به اعمالت کنترل داری، چرا یهو کوره در نمیری مثل قبل. این مدل حرفا رو خیلی از اطرافیانت میشنوی و در کنار تمامی این موارد خودت کاملا لمس میکنی. یعنی شما اگر جلسه اول مدیتیشنت رو روی این کفه ترازو بذاری و جلسه ای که امروز مدیتیشن کردی رو توی کفه دیگه ترازو بذاری، از نظر کیفیت مطمئن باش که خیلی متفاوته. پس به خودت وقت بده. اون روز اولی که تو شروع کردی به مدیتیشن کردن، صرفاً داشتی اون عادت مدیتیشن رو تو خودت ایجاد می‌کردی. بچه‌ها درست کردن عادت یه پروسه زمان بره. مثلا برای یادگیری زبان، مثلا برای عادت به ورزش کردن. اگه دوست داری برات یه ویدیو درست بکنم که چطوری عادت کردن و ایجاد عادت رو تو خود نهادینه بکنی، برام توی قسمت کامنت ها بنویس عادت. من برات یه ویدیو درست می‌کنم اون شیوه‌ای که واقعاً از خوندن 50 تا کتاب فهمیدم که چطوری میتونی یک عادت رو از ابتدا پرورش بدی رو برات یه ویدیو میکنم. این ویدیو کوتاه 5 دقیقه‌ای برات درست میکنم در مورد اینکه چطوری عادت ها رو به وجود بیاری و بعد از اون راحت متوجه میشی که عادت ساختن چه شکلیه. بریم سراغ مطلب آخر، نبایدها در مدیتیشن. چند تا نباید رو برات میشمارم که بهتره در حین فرایند مدیتیشنت انجام ندی اگر میخوای سریعتر برسی به اون اهدافی که اول ویدیو برات تعریف کردم. 3 تا بود یادته؟ اول از همه تو نباید برای مدیتیشن کردن
عجول باشی. یعنی که وقتی که شما میخوای مدیتیشن بکنی، هی با خودت نگو چرا مدیتیشن تموم نمیشه، وای چرا این 5 دقیقه انجام نمیشه، من بلنشم برم دنبال کارم، بس دیگه خسته شدم. به خودت فرصت بده. بگو آقا من یه آدمی هستم که 24 ساعت قراره کار بکنم، حالا اون کاری که دوست دارم انجام بدم. میخوام اندازه 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه بسته به اون زمانی که مدیتیشن میکنی به خودم وقت بدم، برای خودم وقت بذارم و از این دایره توجهاتم اندازه 5 دقیقه رو به شخص خودم اختصاص بدم. تو این دنیا چه کسی مهمتر از شخص خودت هست؟ پس ازت میخوام توی اون تایمی که داری مدیتیشن میکنی این فکر رو از ذهنت بیرون بکن که کی این مدیتیشن تموم میشه. میتونی برای اینکه مشکل حل بکنی یه ساعت مچی مثل من استفاده بکنی، تایمر بهش بدی، مثلا بذاری 1 دقیقه. وقتی که به این تایم 1 دقیقه قرار بدی، مدیتیشنت که تموم بشه ساعتت خود به خودش میلرزه و بهت میگه که مدیتیشنت کی تموم میشه. با این کلک تو دیگه اصلا نگران این نیستی که مدیتیشنت کی تموم میشه، ساعتت بهت میگه. نباید شماره 2، همیشه بچه‌ها مدیتیشن کردن بهتر از انجام ندادن مدیتیشنه. اما یه استثناء هست. توی محیط‌های پر سر و صدا و محیط‌هایی که عوامل حواس پرتی که خیلی برای جذاب وجود داره، بهتره که مدیتیشن نکنی، مخصوصا در اون برهه زمانی که تازه شروع کردی به مدیتیشن انجام دادن. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تو زمانی که چشمات بسته باشه گوش‌هات بسیار تیزتر میشه و دیگه خدا هم نکنه که در حال مدیتیشن کردن توی محیط پر سر و صدا باشی، دیگه تمرکز کردن برای تو میشه قاچاق، اصلا نمیتونی مدیتیشن بکنی. پس برای شروع کار من توصیه میکنم تو محیط هایی که پر از سر و صداست و عوامل حواس پرتی وجود داره اونجا مدیتیشن نکنی، اتاقت عوض کنی، بری توی اتاق آرومتر یا بری اون عامل حواس پرتی و سر و صدا رو ابتدا قطع بکنی، بعدش بشینی 5 دقیقه مدیتیشن. برای شما که تازه داری مدیتیشن رو انجام میدی، یکی از نبایدهای مهم اینه که بچه‌ها توی محیطی مدیتیشن کنید که کسی دور و برتون نباشه. ترجیحاً کسی نباشه که شما رو ببینه و قضاوت بکنه. برای شروع دارم این موضوع رو عرض میکنم خدمتتون. اما مثلا خود شخص من وقتی که میخوام مدیتیشن کنم از قصد میرم وسط حیاط خونمون میشینم که همسایه هامون هم من رو در حین مدیتیشن اگه رد شدن ببینن. اگه میخوای بدونی که من چرا دارم این کارو میکنم، این بالا مالای سرم یه لینک ویدیو برات میذارم در مورد 4 تا شیطون اومدم من صحبت کردم که این شیطونای پدر سوخته حواس ما رو در حین مدیتیشن پرت میکنن. یکی از اون شیاطین اسم شیطان خجالت بود. من اونجا کامل براتون توضیح دادم که با این شیطان خجالت بعد چجوری سر کله بزنید. و نباید آخر در حین مدیتیشن اینه که توی ماهای اولی که داری مدیتیشن میکنی سعی کن یک سبک بسیار ساده از مدیتیشن رو انتخاب بکنی و همون رو تکرار بکنی. نرو سراغ مدیتیشن های سبک های متفاوت، نمیدونم یه دست روی سر، یه پا روی هوا، روی دستت وایس مدیتیشن بکنم. اینا رو بذار کنار. حداقل برای چند ماه اول، 6 ماه اول برای انجام مدیتیشن ساده ترین و دم دست ترین شیوه مدیتیشن رو انتخاب بکنی. بشین، چشماتو ببند و نفس عمیق بکش. حالا بعد از اینکه 6 ماه گذشت روی دستت وایسا مدیتیشن کن، نمیدونم برو کوه آلپ بشین مدیتیشن کن، با پیر دانا بشین مدیتیشن کن. اما نبایدی که باید برای دوره‌های اول مدیتیشن بهش خیلی احترام بذاری اینه که ساده مدیتیشن بکن اما همیشه مدیتیشن بکن. موهی دمت گرم، این چیزایی که گفتی خیلی باحال بود. اسم کانالت رو یه بار دیگه میگی؟ من میخوام تو یوتیوب سابسکرایبت کنم. آشغال 100 دفعه گفتم اسم بابای منو بزن نیار احمق. بابا دمت گرم، تازه داره میپرسی که اسم کانالت چی بود سابسکرایب کنم. موهی رنجبر دیگه. اون پایین دکمه سابسکرایب رو بزن که دیگه ویدیوهای بعدی رو بتونی جنگی ببینی. مواظب خودت باش.